اگر بسیار هم میخواهید که اون مهمان عزیزتان را که از او چی میخواهید، نمیدونم تیر و تفنگ میخواهید، پول میخواهید، با یک پیشنهاد کردن یک زن خرسند کنید، زن و دختر خودتون رو برید. چیکار دارید با زنی مردم، با دختری مردم؟ برای مثال، برای من این واقعا دیوسی هست وقتی که حکومتداران تاجیکستان دخترهای تاجیک را، خواهران و دختران ملت را میارن با لباسهای مخصوص میپوشانن برای پیشواز گرفتن بعضی از کسانی که مهمانهایشون مثلا میخوان با همین کار دل آنها را شاد کنن با تقدیم زنها و خواهرها و دختران تاجیک. این یک نمود دیوسی است. واقعا از این بالاتر دیگر دیوسی نمیشود. اگر بسیار هم میخواهید که اون مهمان عزیزتان را که از او چی میخواهید، نمیدونم تیر و تفنگ میخواهید، پول میخواهید، با یک پیشنهاد کردن یک زن خرسند کنید، زن و دختر خودتون رو برید. چیکار دارید با زنی مردم، با دختری مردم، با بانوان دیگران؟ که ببینیم آیا دلتون میخواد که با مردی بیگانه زنی خود را، دختری خود را، خواهر خود را پیشنهاد کنید و اونم در هوای سرد بیاره دخترای مردم را با کپه اطلس و آستین کوتاه خودتون، با کلاه و با پالتا و لباسای گرم، و اون بیچاره در سردی با لباس سرد در پیش هم خودتون و هم در پیش مهمانای خارجیتون اونها رو جلوه بدهید. این واقعا یک دیوسی در سطح ملت هست. حالا بعضی انسان ها در سطح شخصی هم شاید که این خصلت رو داشته باشن، اما کسانی که این لباس را میپوشن به هیچ وجه این برچسب با آنها یعنی که موافق نیست. من یک چیز دیگر رو هم بگم، اتفاقا چی در بین زنها و چی در بین مردهای تاجیک که خودشان ظاهرا طلبات شریعت رو رعایت نمیکنن، شاید که لباسشان، حتی شاید که رفتار ظاهریشان، اما ناموس ملی، ناموس دینی، جوانمردیشان خیلی بالا هست. من این را بارها دیدم. خودش پیروی نمیکند، اما وقتی ببیند که نسبت یک زنی تاجیک تحقیر شد، نسبت یک حجابدار به حجاب، در اون نسبت یک زنی تاجیک، نسبت ملت، نسبت دینش، نسبت ارزش‌های ملیش، حتی نسبت ریش یک هموطنش تحقیر شد، ناموس و غیرت دینیش، ملیش جوش میزند و میبیند که یک دفاع جانانه میکند. اما میبینیم که کسانی هم که ریش دارند، سله دارند، در منبر پیامبر ایستادند، در لباس روحانیت را در بر کردند، اما بیناموسی و دیوسی آنها از به مراتب بالاتر از بعض برادران و خواهران بیریش و به حجاب و به اصطلاح دنیوی ما هست. بنابراین من خواهش میکنم که معیارها را به این شکل نگیریم.